در این در استودیوی تلویزیون سفینه و باز من با شما هستم مریم دولت و میخوایم اطراف سالمی روانی انسان ها صحبت کنیم که در اطراف این سوال ها خیلی زیادند و ما همه سوال ها رو جنبش کرده در یک موضوع های معین جو کردیم. سالمی روانی چیست؟ اصلا سالم وقتی که ما تندرستی میگیم تندرستی نه تنها تنی درست ما رو در نظر دارد. تنی درست به روان درست بودن نمیتواند و سالمی روانی این آن حالتی است که انسان میتواند همه خوشی ها و ناخوشی ها رو زندگی رو که یک شرط مقرری این روزگار ماست آرامانه پس سر کند در یگان حالت در نماند. مثلا یک مشکلی اندک پیش آمد گویا که شما ناامید شدید خواهشی که داشتید اجرا نشد دل شکسته شدید در اونجا دور و دراز باقی نمیماند انسانی که روانش سالم است. یک دو سه دقیقه شاید محزون میشد شاید 2 ساعت میشیند شاید گریه میکند شاید با یگان کس درد دل میکند و تدریجا آن رو سر میدهد. این آدمی از نگاه روانی سالم است. ولی آدمانی هستند که در نتیجه ضربه های زندگی شاید باشد یا در نتیجه ندانستن حالت خودشان در همین حالت گرفتار میمونند. خودشان رو از همین بحران ناامیدی بیرون کشیده نمیتوانند. دل شکسته هستند. و او در صحبت‌های پیشتر گفته که حالت ها خصوصیت موسمی هم دارند چنانه که مثلا زکام ها در موسم ها گرم و سردی وقتی هوا زیاد میشد هوا نامعتدل زیاد میشد همین حالت ها هم در موسم ها مثلا در فرهنگ تاجیکی در مردم ما یک گپ دارن میگن که وقتی خزان ریز و وقتی سبزه دمیش بیماری‌های روانی زیاد میشوند. اگر نفری از شما در حالت گرفتار شد که برای شما غیر عادی است رفتارش نامفهوم است این آدم از نگاه روانی شاید ضربه دیده است. یک چیزی که بسیار جدی است من در همه صحبت‌های میگم در این موضوع باز هم تکرار میکنم آدم کلان ترس رو نمیشناسد. کودک اگر ترسید گریه میکند ما کودک ترسیده رو با آغوش میگیریم. خود در فرهنگ مردمی ما بسیار اصول ساده هم هست برای شکف آب خنک پوشیدن او رو از اون حالت میبرد یا که دست روش آب خنک خطی میشویند. باز اصول های دیگر هم هست که در طب مردمی خیلی زیاد است. بیبی های ما میدونستند این اصول ها رو استفاده میبردند. کسی مادر کلان دارد یک پیر درده هست بیروید بپرسید. اینها بسیار اصول های مؤثر هستند که در قدم اول ما رو امکان نمیدهد که همون ترس در ضمیر ما جا شود یا که ما در داخل ترس درمانیم. ولی آدم کلان ترس رو اعتراف نمیکنه. یک قدم میپرد میترسد میگه که ای خیلی جواب نبوده است ولی ترس در ضمیرش جا شد. یک بار قبول کنیم اما غم رو برای آدم حساس مثلا وفات یک اکتور مشهور در هندوستان هم غم بزرگ است و این غم وقتی در دل ما جا می شود آن ترس اگر بالا می شود ما علاقه از درون خودمون تقسیم شده ایم زیرا غم علاقه ایمنیت روانی ما رو خیلی کم میکنه. خود افسرده خاطری باشد خود دردهای دیگر باشد ما برای این همه مشکل ها آسیب پذیر میشیم. درهای ما گشوده است و از بیرون توسط شمال همه گونه چیزهای خلل ضررناک میتواند بر روان ما وارد شود. از این رو ما هنگامی که این خبرها رو میشنویم یا که میترسیم آدم کلان حتما باید همون اصول هایی که نسبت کودک استفاده میبریم استفاده برد. ترسیدید اقلا گویید که من ترسیدم اعتراف کنید بینید همون ترس را و کار دومی که میکنید خودتان اگر هیچ کس در نزدتان نباشد خودتان برای خودتان یک پنجه آب خنک پوشید. شما یک قدم میپرید و حالتتان اندک دیگرگون میشد اون ترس امکانی در داخل شما خانه کردن نمییابد. اونم یک ویروس خیلی خیلی مانند است که اگر اونجا خانه کرد آهسته آهسته روان شما رو کاسته میگرداند. ولی اگر که این حالات رو ما نکردیم بعد چند وقت میبینیم که لکوت شده ایم افسرده خاطر شده ایم فراموش خاطر شده ایم نسبت زندگی بی‌پروا شده ایم مهرمون با عزیزامون کم شده است. این هم میشود با کودکتون مهر ندارید نوازش کردن نمیخواهید گریه کودک با گوشتون نمیخورد کودک از شما امداد میخواهد شما از نزدیک کودکتون میگریزید. اینا نشانه آن هستند که روانی سالمی روانی شما خللدار شده است. شما باید از پای خودتون باشید. این هر کس طبیب خودش است. پیش از همه خودمون باید خودمون این چیزها رو درک کنیم و اگر که نفری در اطرافیان شما در همین حالت هست و میبیند که دیگرگونی های
نامفهومی در او هست عزیزان میتوانند خودشان اهمیت بدهند میگن که با تو چی شده است چرا پریشان خاطر هستی چرا نسبت کودکت بی‌پروا شدی یگان مشکل داره پرسپوز کنن نپرسن که ترسیدگی کو نیستی از یگان چیز که غمگین نیستی زیرا این دو قوه غم و قوه ترس خیلی قوه های هستند که چونانی که گفتم پیشتر چون ویروس جسم ما رو روان ما رو سخت خراب و خسته میکنن از این رو اگر که در همین دوره باز هم به خاطرتان میرسونم که در بهاران ما که از زمستان نو برآمده خوشی ها میخواهیم ما از طبیعت قوه گرفتن میخواهیم ولی میشود که حالتی که ما این رو گرفتن نمیتوانیم ناامید میشیم در این دوره خیلی نسبت خودتان نسبت همدیگر با دقت باشید تا که این خستگی روانی به بیماری جدی نبیارد زیرا همه چیز در اولش اصلاحش آسان تر است علاج واقعه رو پیش از وقوع باید کرد این بود یک صحبت مختصر درباره آنکه چگونه خلل ها چگونه ضربه ها در خصوصیت موسمی در زندگی ما میتوانند وارد شوند و در حالت های دیگر همین مثلا غم و ترس موسم ندارد ولی در موسم ها اینها تاثیرشون بیشتر می شود این بود یک صحبت مختصر در باره اینکه چگونه خودمون روانی سالمی خودمون رو یعنی اختیارش سالمی روانی خودمون رو ما از ضربه های بیرونی که میتوانند به روزگار ما وارد شوند حفظ کنیم علاج همه مشکلات پیش از همه در دست خود ماست و اگر در حالتی که بینید که از بودش نمیبرید حتما برای کمک به اطرافیانتان مراجعت کنید همیشه یک نفر پیدا می شود که غم شما را میشنود همیشه یک نفر پیدا می شود که شما با او یک چیز گفته میتوانید سر و سیمه نشود اگر یک نفر شما را نشنید نفر دیگری پیدا می شود ما با شما خیر باد میگیم آباد باشید